باران که ووری ودی ووری و اوریدنه ووری چی لاری بندوینه. به نظر می رسد که شهریان کابل این روزها مصداق عینی این شعر پشتو را تجربه می کنند. برفباری 2 روز اخیر در کابل وضعیت جاده های این شهر را این گونه کرده است. عبور موترهای شهری کمتر است و مردم به محل کار خود پیاده می روند. یخ بستن جاده ها، کمبود موترهای شهری و افزایش کرایه موترهای شهری شهریان کابل را با مشکل مواجه کرده اند. در راه به حد بیروبار، به حد مردم سرگردان و بیچاره که اصلا هیچ موتر پیدا نمیشد و یک تعداد موترهایی که پیدا میشد ما را میگفت 50 روپیه در حالی که کرای روزانه ما 20 روپیه بوده. راه یخک است، مردم میفته، جنجال است، مشکل زیاد است، کلگی وادر ایدگاه است، طریق شارواله نمک یخک چیزا نیست، کل مردم افتاده. رانندگان موترهای شهری هم میگویند به دلیل یخ بستن جاده ها نمیتوانند که به سرعت مسیر را بپیمایند و بهای تیل هم در بازارها افزایش یافته است. به گفته آنان این مشکلات سبب شده که از مسافران کرایه تا 2 برابر بیشتر بگیرند. 20 دقیقه نیم ساعت در چاره میمونید. تیل هم قیمتش از بالا. تو فکر کن موتر پیدا نمیشه. از سرکاش میشه یخک زده بود، در میشه در سمت چاره یا بسیار موترها چیز که تصادم کرده بود، از زده بودن که دیگه مردم موتر پیدا نمیشه، یخک است و بندان است. شما ببینید یک دونه موتر که زرنج است، از این زرنجکا یک کمک کلا پاش میتن، با در رادیو لاف میزنن، پتاق میزنن، در فیسبوک که ما این کارا کردیم، اون کارا کردیم، اصلا کدام کاری نمیکنن به مردم. اما شاروالی کابل میگویند که کارمندان این اداره به گونه 24 ساعته کار میکنند تا این مشکل را حل کنند. شاروالی کابل با این وجود خواهان همکاری مردم هم هست و از آنان میخواهند که برف خانه ها و دکاکین خود را بر روی جاده ها نیندازند. در جریان همین زمانی که برفباری جریان دارد، کارمندان شاروالی به صورت شبانه روزی کار میکنند. در چند روز برفباری ما توانستیم 840 متر مکعب ریگ و نمک را به سرک ها بپاشیم. شاروالی کابل همچنان میگوید که برای آینده هم آمادگی دارد و در گام نخست ریگ و نمک را به عنوان گزینه‌های جلوگیری از یخ بستن جاده ها روی دست دارند. به گفته مسئولان این اداره، در صورت افزایش برفباری و یخبندان خواهان همکاری مردم می شوند و گزینه دیگری روی دست ندارند.